و هدف خلقت خود را بفهمه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، و ذاتی که مرگ زندگی را آفریده تا اینکه شما را امتحان بکنه، ابتلا بکنه، آزمایش بکنه کدامتون بهترین عمل انجام میدید. یک برادر گفت از مسلمان وقت پرسان میکنی اگر ذات الله بر تو 10 لک دلار 20 لک دلار پول بدن تو با این پول چیکار میکنی؟ والله اولین زینتی که واسه نمیشه اینه که یک خانه بسیار خوب، یک موتور بسیار زیبا، بعد که ازدواج بکنه با دختر بسیار مقبول، بحث مادیات پیش کرد. گفت بس چی نیازه که ذات رب العالمین پول را از کافر بده به مسلمان بده، حالا که ذهنیت مسلمان و کافر یک چیز باشه. حالا که کافر خوری مادیات میشه زندگی از او. ما یک ماده بودیم مثل یک درختیم، سبز میشیم، پس خوش میشیم، نه آخرت نه قبر نه حشر نه پول صراط نه در حضور الله ایستاد شدن، اینا اصلا به جور معنی نداره، فقط روی مادیات ذهنیت از اونها میچله. وقت مسلمانم به فکر باشه که اولین باره که در زندگی ما پول بیایه ما تمام ذهنیت ما دنیا باشه، پس ذهنیت مسلمان و کافر چی فرق کرد؟ حالا ایزا نور چشما منظور از جمع شدن ها در راه خدا، تشکیل ها، جمعت ها، این مذاکره های ایمانی یک هدفه که امت بیدار بشه به هر شکلی که میتونه. اگر دکاندار دایی دعوتگر باشه، اگر دکتر دایی دعوتگر باشه، اگر حتی عالم دینه، شاید به شما تعجب کنه یعنی چی عالم دایی دعوتگر؟ یعنی خود منحصر به یک مسجد نکنه، به خاطر الهی کلمت الله، به خاطر نشر بخش دین فکر از عالمی باشه که به خاطر ازی که هر انسان فهمیده باشه دین رو بفهمه، منام الله و رسول بلند بکنم، باید فکر از عالمی باشه.